Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Malaysia and Palestine. خانمان و جنابان، بیایید دسته‌های منتخبی مالزیا و فلسطین رو پشواز میگیریم. روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد. بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان فوتبال، رقابت های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 میان دسته های زنانه آغاز گردیدند و کشور تاجیکستان از رقابت های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H میزبانی خواهد کرد و رقابت افتتاحی در این گروه میان منتخب های بانوان مالزیا و فلسطین برگزار می شود که این رقابت در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه صورت می گیرد. خوب، قبل از آغاز رقابت سرودهای ملی هر دو کشور صدا می دهد. ما نیز یک جای گوش می دهیم و بعدا گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. And now the national anthem of Palestine, across the Middle Palestine صدا می‌گیرد. رقابت های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های زنانه در گروه H از 29 ایول یعنی امروز آغاز گردیده تا 5 ایول ادامه میکنند و باید بگیم که 4 منتخب شامل گروه H می باشد: مالزیا، فلسطین، کره شمالی و کشور میزبان تاجیکستان. برای به دست آوردن یگانه راحتی همین گروه میان هم مبارزه خواهند برد. باید بگیم که در مرحله انتخابی جام آسیا 34 دسته با هم مبارزه میبرند، به 8 گروه تقسیم شدند و از هر یک گروه یک منتخبی امکان پیدا میکند که به مرحله نهایی جام آسیا 2026 که سال می آمد در کشور استرالیا برگزار میگردد راه خط میگیرد. خوب، رقابتی که ما و شما با آن توجه میکنیم دیدار دسته های بانوان مالزیا و فلسطین است. دو دسته می باشند که در قاره آسیا چندان قوی نیستند و
میتوانیم بگیم که نتیجه های خوبی را نه در مسابقه های منطقوی و نه در مسابقه های سطحی بین المللی به قید نگرفتند. قبل از آغاز رقابت های مرحله انتخابی جام آسیا در گروه H دیروز نشست مطبوعاتی برگزار گردیده بود. آنجا سرمربیان 4 منتخب مالایزیا، فلسطین، تاجیکستان و کره شمالی ابراز نظر نموده به سوالهای روزنامه‌نگاران پاسخ دادند و به اندیشه کارشناسان از همین گروه یکی از فاوریت‌های اساسی بهره به دست آوردن راهخط به مرحله نهایی جام آسیا این یکچین بانوان کره شمالی می باشند که تجربه اشتراک در قهرمانی آسیا و همچنین در جام جهانی بانوان نیز اشتراک نمودند. خب آخرین کارهای تدارکاتی قبل از آغاز این رقابت انجام داده می شود. این زمان امکان داریم که با گروه داوران که رقابت امروزه را حکمی میکنند شناس شویم. رقابت مذکور را یان شوتینگ داور از تایپی چین حکمی میکند. از کنارها با او یان کنین و باتچک اونورژارگال کمک خواهند کرد. داور چهارم باشد از کشور ژاپن است تشیراگی نامی و کمیسر این رقابت باشد میخائیل تولکاچف از همسایه کشوری قرقیزستان به حساب می رود. خب باید طبق همون تقویم امروز 2 رقابت برگزار می گردد در دایره بازی های دور اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین دسته های بانوان. رقابت اول این دیداری دسته های مالایزیا و فلسطین است و رقابت دیگر با اشتراک منتخب های بانوان تاجیکستان و کره شمالی دایر می گردد که برگزاریش ساعت 22 به وقت دوشنبه در نظر است. در مورد منتخب های بانوان مالایزیا و فلسطین چی گفتن ممکن است؟ هر دو دسته توجه قوه برابر دارند. این هم سرمربی منتخبی فلسطین است احمد شرف که در نشست مطبوعاتی ابراز داشت که ما بهترین ها را از دسته های گوناگون جمع آوری نمودیم و یک مشق آمادگی نیز جهت به دست آوردن راهخط به مرحله نهایی جام آسیا نیز انجام دادیم و کوشش میکنیم که به هدف اساسی خویش برسیم. امروز بانوان مالایزیا با پیراهن‌های رنگش زرد و بانوان فلسطین باشد با پیراهن‌های رنگش سرخ رقابت خواهند کرد. از مرکز میدان رقابت مذکور آغاز شد و در ابتدای گزارش با هیئت‌های هر دو دسته شناس خواهیم شد. اینجا نخستین هجوم خوبان فوتبال بازی مالایزیا بود که بدون نتیجه جنبست گردید. در خط دروازه دسته مالایزیا رقم 23 نورول ازورین بازی میکند. دفاعگران این دسته 4 نفر را تشکیل میدهند. رقم 2 جولیان برک، 3 یوسویوانا، همچنین بازیگر شماره 10 استفی سارج سینگ، اینچنین کاپیتان دسته نیز هست. دفاعگر دیگری منتخب مالایزیا این بازیگر شماره 18 امیره می باشد. در خط نیم حمایه رقم 13 نورفزیر محمد، بازیگر شماره 9 نور لیانا، همچنین بازیگر شماره 7 یاسیا جومیلیس بازی خواهند کرد. سگانه خط حمله یکچین بانوان مالایزیا را رقم 22 اینسیا مراد، 21 هنریتا جاستین و همچنین بازیگر شماره 15 اینتان سارا انیسا تشکیل میدهند. سرمربی منتخبی بانوان مالایزیا این جوئل کورنلی متخصص از کشور برزیلیا می باشد. هیئت دسته فلسطین در رقابت امروزه با طور ذیل است. بیننده های عزیز در خط دروازه رقم 23 شارلوت فیلیپس بازی میکند. دفاعگران دسته رقم 3 ساراکورت، 4 سیرینگاتاس، بعدا بازیگری شماره 7 دین عبدین، همچنین بازیگر شماره 8 فلورنسیا سابوت. این هم هجوم منتخبی مالایزیا بود که بدون نتیجه جنبست گردید. ضربه که اجرا کرده شد پهلوتر از دروازه از میدان بیرون گردید. ادامه معرفی هیئت یکچین فلسطین. نیم حمایتگران این منتخب رقم 8 طوری گفتیم فلورنسیا سابوت، 9 ناومی فیلیپس، 10 نور شما و بازیگر شماره 13 میرال کاسی هستند. حمله بران این دسته را رقم 17 ندین محمد، 19 دیما
алрухими ва ҳамчунин бозигари шумораи 21 Рина Осорио ташкил медиҳанд. Сармураббии якачини бунувони Фаластин ин Аҳмад Шарф мебошад ва шореҳи ин рақобат бошад ман Давлат Хатибзода ҳастам ки ин рақобатро бо шумо якҷоя тамошо хоҳам кард. дар марҳилаи интихоби ҷоми Осиё 2026 байни мунтахабҳои занона 34 даста тавре гуфтем аз як конфедератсия ба 8 гурӯҳ тақсим шуда барои ба даст овардани 8 рохат мубориза мебаранд. бозиҳои гурӯҳи А-ро кишвари Қатар мизбонӣ мекунад. рақобатҳои гурӯҳи Б дар кишвари Тайланд доир мегарданд. баъдан Мянмар аз нерӯсанҷиҳои гурӯҳи С мизбонӣ хоҳад кард. дар кишвари Индонезия бозиҳои интихобии гурӯҳи Д баргузор мешаванд. ветнам масъулияти мизбонии нерӯсанҷиҳои марҳилаи интихобии мусобиқаро дар гурӯҳи И бар зимма гирифтааст. баъдан дар ҳамсояи кишвари Узбекистон нерӯсанҷиҳои марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи F доир мегарданд. дар Камбоҷа рақобатҳои марҳилаи интихобӣ дар гурӯҳи G доир мегарданд ва Тоҷикистон бошад аз бозиҳои марҳилаи интихобӣ гурӯҳи H мизбонӣ хоҳад кард. ҳоло зарбаи кунҷи аст ба нафи бонувони якачини Малайзия. тавре мебинем аз ибтидои рақобат фаъолии футболбозони ин тим мушоҳида мегардад. Нурфазира Муҳаммад дар назди тӯб аст. нимҳиматгар таҳти шумораи 13 иҷоза низ дода мешавад. бо бозигузорӣ аз ин фурсат мехоҳанд ки истифода баранд. эрсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ ва расиши тӯб ба даст буд ё ин ки не. дар фурсати аввал тавре намоён шуд ки футболбози фаластинӣ бо даст бозӣ кардааст. онҷо бозигарони Малайзия низ аз довар талаб карданд, вале Янг Шутинг довар аз кишвари Тайпей Чин ба ин вазъият умуман таваҷҷӯҳе накард. ҳуҷуми навбатии якачини Малайзия пайваста фишор меоранд ва албатта ин прессинг кардан тавре мебинем ба фоидаи кор аст. идомаи ҳамлаи дастаи Малайзия зарба ҳам иҷро гардид, вале Шарлот Филипс дарвозабони фаластинӣ тӯбро ба дасти хеш гирифт. Шарлот Филипс яна ҳамин дарвозабони якачини Малайзия дар тими Воган Азури кишвари Канада баромад мекунад ва ҷиҳати иштирок дар рақобатҳои марҳилаи интихобӣ ба якачини бунувони Фаластин даъват гардид. қоидаи бозӣ вайрон гардид дар маркази майдон. футболбозони фаластинӣ ба қоидаси тезӣ даст мезананд ва ҳатто довари марказ маҷбур мешавад ки стеъдоди табибони якачини Фаластинро ба майдон даъват кунад. бозигари шумораи 17 Надине Муҳаммад қоидаи бозиро вайрон кардааст. футболбоз таҳти шумораи 17 ки дар хати нимҳимоя баромад мекунад. марҳилаи интихобии ҷоми Осиё аз 29 июн оғоз гардид ва то 5 июл идома мекунад. тавре болотар низ ишора намудем, аз ҳар як гурӯҳ як мунтахаб ба марҳилаи ниҳоӣ рӯи хешро ҳамвор месозад. 4 тими беҳтарини дигар аллакай ба таври автоматӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё рохат ёфтанд ки инҳо дастаи мизбон кишвари Австралия, баъдан қаҳрамони феълии мусобиқа ҷумҳурии мардумии Чин низ рохат гирифт. баъдан ҷопон ба ҳайси финалист низ рӯи хешро ба қисмати ниҳоии ҷоми Осиё 2026 ҳамвор кард. якачини бонувони Кореяи ҷанубӣ бошад ки барандаи нишонҳои биринҷии қаҳрамонии Осиё мебошанд, рӯи хешро аллакай ҳамвор намуданд. дар умум дар ҷоми Осиё 2026 байни мунтахабҳои занона 12 даста иштирок мекунад. тавре гуфтем 4 мунтахаб аллакай рохати автоматӣ ба даст оварданд ва 34 дастаи дигар барои ба даст овардани
8 گذرنامه دیگر در مرحله انتخابی میانی هم نیروسنجی میکند. همزمان 9 منتخب دیگر از اشتراک خیش در قسمت انتخابی جام آسیا دست کشیدند. اینها منتخب‌های سوریه، مکاو، افغانستان، کویت، قطر، جزیره‌های مریان شمالی، برونی، عمان و همزمان یمن. این 9 منتخب جهت اشتراک در مرحله انتخابی جام آسیا درخواست پیشنهاد نکردند. اگر متوجه کنیم در این کشورها قریب که لیگ فوتبال زنانه نیست. اشاره می شود که تو ولکه از میدان بیرون شده است. اوت به نفع بانوان فلسطینی. قهرمان فعلی جام آسیا میان منتخب‌های زنانه این جمهوری مردمی چین می باشد. آنها سال 2022 توانستند که در فینال مقابل ژاپن به غلبه دست یابند. در عموم در قاره آسیا یک از منتخب‌های بانوانی که به نهایت قوی است این یکچینی جمهوری مردمی چین می باشد که 9 دفعه در قهرمانی آسیا قهرمان شدند. فشار بازیگران مالایزیا موفق می‌گردند که در نزد جریمه‌گاه حریف توپ را صاحب شوند. در عموم در رقابت امروزه مالایزیا بیشتر فشار می‌آورد. البته تعیین شدن متخصص برزیلی به حیث سرمربی منتخب برزیلیا باید نتیجه بدهد. جوئل کورنلی این متخصص از کشور برزیل است و دائمی چند سال اخیر است که با یکچینی بانوان مالایزیا کار و فعالیت دارد، ولی نتیجه های چندان نظررس را جوئل کورنلی به قید نگرفته است. بار دیگر از اوت فوتبالبازان مالایزیا توپ را به بازی وارد نمودند. هنریتا جاستین در کنار میدان مبارزه برد و اوت کار کرد. اینجا بازیگران فلسطین میخواند که با هجوم جوابی گذارند. فرصت برای این دسته هست. نور یوسف تک و تنها نتوانست که هجوم دسته اش را ادامه بدهد. ضربه هم اجرا گردید و طور میبینیم نورول ازورین دروازه‌بان منتخب بانوان مالایزیا توپ را به نظارت خویش گرفت. اولین ضربه مستقیم به قید گرفته شد، آن هم از جانب حمله‌ور یکچینی فلسطین بازیگر شماره 10 نور یوسف این ضربه را اجرا کرد، ولی ضربه زدش برای دروازه‌بان مالایزیا چندان خوف و خطر را ایجاد کردن نتوانست. فوتبالبازان منتخب فلسطین اساساً در کشورهای اروپایی برآمد میکنند. ضربه از مسافه دور و وضعیت بسیار هم خطرناک بود. از مسافه دور حمله‌ور یکچینی مالایزیا دروازه حریف را نشان گرفت، ولی ضربه زده‌اش اندک خطا رفت. بار دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. فوتبالباز شماره 15 انتصاره این ضربه را اجرا نمود. هرچند ضربه اجرا کردهش زمینی بود ولی خیلی خطرناک بود. اندک دقیقیت نرسید وگرنه حسابی وخوری باز میشد.
هر دو منتخب فلکه فرصت پیدا کردند برای رخنه کردن دروازه یکدیگر. نخست خوبان فوتبال بازی فلسطینی امکانیت با وجود آوردند ولی ضربه زده حمله‌ور این منتخب رو دروازه‌بان برطرف نمود. اما امکانیتی به عمل آمده برای بازیگران مالایزیا باشد اندک 9 دقیق اجرا گردید. جام آسیا که سال 2026 در کشور استرالیا برگزار می شود اندک با فرمت دیگر برگزار خواهد شد. یعنی قبلا در قهرمانی آسیا میانی بانوان 8 منتخب برآمد میکرد. اما اکنون شماره اشتراکچیان این مسابقه زیاد گردید. در قهرمانی آسیا سال 2026 نه اینکه 8 دسته بلکه 12 منتخب با هم مبارزه خواهند بود. فشار بازیگران مالایزیا نتیجه هم میدهد. نور لیانا پسیو به خط حمله بود. دفاعگران حریف توانستند که این وضعیت رو برطرف نمایند. عکس الهجوم دسته فلسطین توسط کنار چپ این هجوم ادامه خواهد کرد. نور یوسف و عقاید بازی دغلونه ویران گردید. دوباره باشد کارت زرد نشان میدهد به کی؟ جاسیا یومیلیس کارت زرد گرفت. فوتبال باز تحت شماره 7. اینجا خواست که پای قیچ انجام بدهد ولی نیم هیمنگری یکچنی مالایزیا به اشتباه راه داد. بازیگر شماره 7 همکنون به نفع منتخب فلسطین وضعیت استانداردی به میان می آید. از این امکانیت استفاده بردن ممکن است. جهتی برطرف نمودن ضربه حریف با اشتراک فوتبال بازان مالایزیا دیورچه دفاعی سازمان داده می شود. بازیگر تحت شماره 13 میرال قسیس در نزد توپ موقع میگیرد. با پای چپ این ضربه اجرا گردید ولی دیورچه دفاعی این ضربه رو برطرف نمود. بار دیگر با نوارهای تکراری این وضعیت توجه خواهیم کرد. ببینید که نیم حمایتگر منتخب فلسطین میرال قسیس از پشت حریف رو تله داد و به همین ترتیب ویران شدن قاعده بازی به اعتبار گرفته شد. منتخب‌های فوتبال مالایزیا و فلسطین در قهرمانی آسیا اشتراک کردند. از جمله منتخب بانوان فلسطین در قهرمانی آسیا 5 دفعه اشتراک کردند. از همان نتیجه خوبی بازیگران این منتخب به دست آوردن زینه چهارم می باشد در سال 2022. بعداً یکچنی بانوان مالایزیا باشد فقط به مرحله اساسی مسابقه را خواهد گرفتند ولی در رقابت‌های گروهی ناکام گشتند. از اوت
توپ به بازی وارد گردید. هر دو دسته بازی بی‌نظم و نظام را به معرض تماشا گذاشته ایستادند. چندان هجوم‌های خطرناک و بازی جالب با اشتراک فوتبال‌بازان هر دو تیم را ما مشاهده نکرده ایستادیم. اساساً در قطعه آسیا فوتبال بانوان چندان خوب رشد نمی‌کند. تنها 4-5 منتخب هستند که در آن کشورها فوتبال اندکی بهتر رشد کرده است. که البته این منتخب‌ها جمهوری مردمی چین، ژاپن، استرالیا، همچنین کره شمالی به حساب می‌روند. در عموم قهرمانی آسیا 20 مرتبه برگزار شده است. از همه زیاد جمهوری مردمی چین 9 دفعه توانسته است که عنوان قهرمانی را به دست آورد. بعداً کره شمالی با همراهی تایپه چین 3 دفعه قهرمان گشتند. ژاپن 2 دفعه در قهرمانی آسیا غالب گردید. بعداً یکچین‌های استرالیا، تایلند و زلندیای نو یک مرتبگی توانستند که جام را بالای سر بردارند. اما اکنون منافع بازیگران فلسطین نیست. نخستین ضربه کنجی تعیین می‌گردد. امروز یکی از فوتبال‌بازانی که در حیاط فلسطین خاصه در خط حمله خیلی خوب برآمد دارد، این بازیگر شماره 13 میرال قسیس می باشد. هجوم دسته مالایزیا توسط مرکز این هجوم ادامه کرد، ولی ارسالی که به خط حمله انجام داده شد به نتیجه بود. در برابر آنکه بازیگران مالایزیا در خط حمله هنرنمای خوب نشان داده ایستادند، اینچنین در خط حمایه نیز بازیشان قابل توجه است. یعنی سری وقت به خط دفاع برمیگردند و همون هجوم های حریف رو سری وقت برطرف میکنند. دور اول برای هر دو منتخب توجه آسان افتید. آنها در روبروی هم قرار گرفتند. اگر در دور اول حریف مالایزیا یا که حریف فلسطین کره شمالی می بود، فکر میکنم کاری آنها خیلی مشکل میشد، چون که در مورد کره شمالی ما در ابتدای گزارش نیز قید نمودیم که هیئت بینهایت پرقوه دارد و یکی از فاوریت ها بهره به دست آوردن راهخط از گروه H دانسته می شود. در دور اول بانوان کره شمالی با همسایان خویش از تاجیکستان مبارزه میبرند که این رقابت امروز ساعت 22 برگزار میگردد. نور یوسف تلاشش به نتیجه بود. در مبارزه انفرادی نتوانست که از دفاعگر دسته مالایزیا گذارد. اما اکنون ضربه کنجی به نفع فوتبال بازان فلسطین به میان می آید. میرال قسیس بازیگر شماره 13 به نزدیک توپ می آید. این بازیگر در حیاط دسته مصری کشور مصر برآمد می کند و 18 سال دارد. در داخل جریمه‌گاه حریف با اشتراک فوتبال بازان هر دو تیم اندک نوفهمی به میان می آید و داور مرکز
و بازیگران هر دو دسته آگاهی شفاهی می‌دهد. همکنون اجازه داده می شود ارسال میرال قسیس. دفاعگران مالایزیا اولین شده به توپ میرسند و ویران شدن قاعده بازی به قید گرفته شد به نفع بازیگران فلسطینی. ضربه جریمه‌ای 11 متره اشاره می‌گردد. مقابل بازیگر شماره 17 ندین محمد قاعده بازی ویران گردیده است. داور محض با تکیه به همین حالت به نقطه اجرایشی ضربه جریمه‌ای 11 متره اشاره کرد. اینجا کاپیتان دسته مالایزیا از قراری برآورده داور راضی نیست و اعتراض میکند. دقیقه 24 نیروسنجی و امکانیت 100% گلزنی برای یکچین بانوان فلسطین به میان می آید. بازیگر شماره 19 دیما الرومی در نزد توپ است. نیم همتگر برای اجرا کردن ضربه جریمه‌ای 11 متره موظف گردیده است. تا کنون اعتراض بازیگران مالایزیا با داور مرکز جهت تعیین نمودن ضربه جریمه‌ای 11 متره ادامه میکند. همکنون به نقطه اجرایش ضربه جریمه‌ای 11 متره توجه خواهیم کرد. فرصت به نهایت خوب برای منتخب فلسطین. دیما الرمه در نزد توپ است و دروازه‌بان در کوشش اول این ضربه را برگرداند، ولی در نوبت دوم نیز فوتبالباز فلسطینی نتوانست که توپ را به دروازه وارد کند. بختش بلندی نکرد. ببینید که در نوبت اول دروازه‌بان یکچین مالایزیا نورول ازورین خیلی خوب بازی کرد، در برابر گردان، ولی در کوشش دوم طور دیدیم دیما الرمهی نتوانست که توپ را به دروازه وارد نماید. از امکانات به عمل آمده خویش بازیگران فلسطینی نتوانستند که استفاده ببرند. ضربه جریمه‌ای 11 متره بود و از این دیده امکانیت خوب برای رخنه کردن دروازه حریف نمیتوانست که به میان آید. کوشش نوبتی بازیگران فلسطین. نور یوسف ببینید که به کنار چپ آمده است. ترکیب روی بسیار هم خوب و فرصت برای نور یوسف. ادامه حمله دسته فلسطین و در آخرین وضعیت دفاعگران مالایزیا توانستند که هجوم حریف را برطرف نمایند. در مرکز میدان هجوم نوبتی یکچین فلسطین براه مانده می شود. حالت نوبازی است. داور کناری بیرقچه خود را بالا نموده اشاره می کند که میرال قسیس حمله‌ور کناری یکچین فلسطین در حالت نوبازی است. بله، در این وضعیت یک و یک باره دو بازیگر این منتخب در حالت نوبازی قرار می گیرند. البته در فوتبال قانونی نونوشته است که اگر به دروازه حریف گل نزدی حتما به دروازت گل میزند. ما تصدیق این گفته ها رو در ادامه رقابت البته به احتمال زیاد خواهیم دید،
چون فشار از جانب بازیگران مالایزیا به نهایت بیشتر است و در این وضعیت ویران شدن قاعده بازی به اعتبار گرفته می شود. دوره دیده مقابل نورفزیره محمد قاعده بازی رو ویران نمودند. اینجا پایغج انجام داده شد از جانب سیرین گاتاس، کاپیتان یکاچینی فلسطین. کوشش کرد که این حالت رو برطرف کند ولی به خطاگی راه داد. بار دیگر کارگردان همان حالت رو که فوتبال بازی یکاچینی فلسطین استفاده بردن نتوانست به ما تکرارا نشان میدهد. اینجا فوتبال بازی منتخب مالایزیا به حریف فشار روحانی میارد، یعنی با همون حرکت های خش بازیگر فلسطین رو اندک غضبی هم کرد. همکنون به نفع بازیگران مالایزیا ضربه جریموی تعیین می‌گردد. ضربه از مسافه دور و قریب بود که دروازه‌بان یکاچینی فلسطین به اشتباه راه میداد. شارلوت فیلیپس ضربه نیز به نهایت سخت بود از جانب مراد اویشا. این ضربه اجرا گردید. اشاره می شود که در آخرین وضعیت توپ بعد رسش به دروازه‌بان دسته فلسطین بعداً از میدان بیرون شده است. به همین خاطر ضربه کنجی تعیین کرده شد. شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکاچینی فلسطین اندک جراحت گرفته است به خاطر اندک گرم بودن وضع باد و هوا. داور 1 دقیقه برای آبنوشی وقت جدا میکند. از رفتی وخوری منتخب های بانوان مالایزیا و فلسطین زیاده از 30 دقیقه پشت سر گردید. تا این دم بانوان فلسطینی 2 ضربه مستقیم جانبی دروازه حریف اجرا کردند که هر دویش به نهایت خطرناک بود. در نوبت اول نور یوسف ضربه زده اش را دروازه‌بان مالایزیا برگرداند و در کوشش دوم باشد دوره دیدیم دیما الروحمی از پنالتی گل زدن نتوانست. در عموم تا این دم یک از بازیگرانی که در هیئت مالایزیا بدون شک و تردید خیلی خوب درخشیده ایستاده است این دروازه‌بانی دسته نورول ازورین می باشد که همین حالت رو برطرف نمود. در کوشش دوم فوتبال بازی فلسطینی می توانست که توپ رو به دروازه ورید کند ولی از ضربه اجرا کرده او بلندتر از تیر دروازه از میدان بیرون شد. همکنون وقتی آب نوشی نیست برای بازیگران هر دو دسته به انجام رسید. از ضربه کنجی بازیگران مالایزیا آماده هستند که توپ رو با بازی وارد نمایند. از لحاظ جسمانی بازیگران فلسطینی اندکی برتری دارند، قد و قامتی بلند و از لحاظ جسه نیز آنها در قیاس با بازیگران حریف البته فرق کننده هستند.
با پاس‌های کوتاه و میانه فوتبال‌بازان فلسطین می‌خواند که با خط هجوم توجه کنند، ولی در نیمه میدان خویش به قاعده ویرانکنی راه دادند. کمتر از 15 دقیقه دیگر ماند تا پایان وقت اساسی نیمه یکم. حساب باشد همون 0-0 جریان دارد، با وجود آنکه میتوانست نتیجه رقابت باز شود. پرسینگ و در این وضعیت تیمگری مالزیا توپ را از دست داد. کوشش نوتی فوتبال‌بازان فلسطین در نیمه میدان به نتیجه جنبست گردید و اونجا فوتبال‌بازان مالزیا خواستند که با هجوم جوابی گذارند. ببینید که قاعده ویرانکنی به نهایت دغل و به احتمال زیاد کارت زرد نشان داده می شود. بله، بازیگر شماره 19 از هیئت یکچین فلسطین دیما الرومهی برگه زرد میگیرد. اما اکنون از لحاظ کارت‌های زرد برابری به خط گرفته می شود. 100% قاعده بازی رو ویران کرد در برابر آن که خیلی کوشش کرد احتیاط کارانه بازی کند. با بازیگذاری فوتبال‌بازان مالزیا توپ رو با بازی وارد کردند. ضربه نوبتی از مسافه دور بود، تنیقترش بیرون از جریمه‌گاه و شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکچین فلسطین بدون مشکلی این ضربه را برطرف نمود. دیگر باره بازیگران مالزیا توپ را با نظارت خویش میگیرند. توسط کنار راست میدان هجوم این منتخب ادامه خواهد کرد. خیلی خوب توپ را فوتبال‌بازان مالزیا در نظارت خویش نگاه می‌دارند. ارسال توپ به کنار چپ میدان رفتن نرسید. نور یوسف یکی از بازیگران خیلی هم فعال یکچین فلسطین در نیمه اول هجوم دستش را ادامه می‌دهد، ولی پس این نادرست انجام داد. اما اکنون بازیگران مالزیا هجوم جوابی خود را خواستند که براه مانند، ولی به نتیجه دلخواه دست یافتن نتوانستند. در نیمه اول هنرنمایی هر دو تیم چندان خوب نیست. دوره میبینیم فوتبال‌بازی نوبتی از هیئت یکچین فلسطین جراحت میگیرد بازیگری شماره 10 نور یوسف. اینجا طبیبان یکچین فلسطین به بازیگر جراحت برداشته یاری طبی میرسونند. طوری میبینیم بازیگران هر دو منتخب اندکی خسته نیز شدند. سرمربی یکچین فلسطین احمد شرف باشد با استفاده از این فرصت از مرز میدان بعد از پروران خویش دستور و سپارش ها میدهد. واخوری منتخب‌های مالزیا و فلسطین ادامه خواهد کرد. بازی اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H و تا دقیقه 37 حساب باز نشده است. قهرمانی آسیا در سال 2022 بیننده های عزیز در کشور هندوستان برگزار شده بود. آنجا جمهوری مردمی چین با کره جنوبی به فینال برآمدند و
جمهوری مردمی چین با 23-2 توانست که در رقابت نهایی کره جنوبی را شکست بدهد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. برای به دست آوردن زینه سوم باشد ژاپن با فیلیپین رقابت کرد و آنجا ژاپنی ها پیروز شدند. برگزاری قهرمانی آسیا سال 2026 در استرالیا در نظر گرفته شده است و سال 2029 باشد قهرمانی آسیا در همسایه کشوری ازبکستان دایر می‌گردد. منتخب بانوان مالایزیا در تاریخ موجودیت خویش شش دفعه در قهرمانی آسیا اشتراک کردند و از همان نتیجه خوبان فوتبال بازی مالایزیا این به دست آوردن جای سوم در سال 1983 می باشد. همچنین در سال نخست برگزاری قهرمانی آسیا سال 1975 آنها توانستند که سزاوار زینه چهارم گردند. در عموم 6 مرتبه منتخب بانوان مالایزیا در مرحله نهایی جام آسیا برآمد کردند. بار اول سال 1975، بعداً سال 1980، همچنین سال 1983 1986 و بعداً در سال 1993 و همچنین سال 2001. یعنی در عصر 21 یکچنی بانوان مالایزیا تنها یک دفعه در قسمت نهایی جام آسیا اشتراک کردند و خلاص. اینجا اشتباه کرد دفاعگر یکچنی مالایزیا، خواست که به همدستش پاس بدهد ولی ضربه زده او از کنار میدان بیرون شد. اشتباه نوبتی دفاعگران دسته مالایزیا. فرصت هست و ضربه نیز اجرا کرده شد. در نیمه اول دروازه‌بان یکچنی مالایزیا نورول ازورین سه وضعیت بی‌نهایت خطرناک رو برطرف نمود. در این وضعیت توسط فلسطین بازیگر شماره 8 فلورنسیا سابات ضربه را اجرا کرد. باید بگیم که ضربه زده این بازیگر چندان خوب نبود. راست جانبی دستان دروازه‌بان اجرا کرده شد. حالت آفساید به قید گرفته شد. داور مغولستانی اشاره میکند که بازیگر مالایزیا در همین حالت در آفساید بوده است. دقیقه های کمتر باقی میماند تا پایان وقت اساسی نیمه اول. حساب همانک شده نشده است. اگر ما توجه کنیم تنها در نیمه یکم انیخترش تا دقیقه 41 برای بازیگران فلسطینی سه فرصت نهایت خوبی گلزنی با وجود آمده بود. از ضربه جریمه‌ای 11 متره نتوانستند که دروازه حریف را رخنه کنند. اگر رقابت امروزه با نتیجه 0-0 به پایان رسد، پس جایزه بهترین بازیگر این وخوری به دروازه‌بان مالایزیا تقدیم کرده می شود. هرچند تو انجام این رقابت وقت خیلی زیاد است و می تواند که نتیجه این وخوری تغییر یابد. در دقیقه آخر نیمه اول برای بازیگران مالایزیا از ضربه کنجی امکانیت به میان می آید و در فوتبال بانوان
نوفهمی ها خیلی زیاد به میان می آید. اکنون صدایشتکی دوبار بلند گردید. مراد عینشی هم از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد نمود و باز هم به نقطه اجرایشی ضربه کنجی اشاره کرده می شود. این وضعیت خیلی زیاد طول کشید. داور مرکز مجبور می شود که در ادامه وخوری سری چنین حالت ها به فوتبال بازی هر دو دسته کارت زرد نشان بدهد. اما اکنون از ضربه کنجی بازیگران مالایزیا کوشش میکنند که به دروازه حریف گل بزنند، ولی باز هم حالت افساید به اعتبار گرفته شد. نه اینجا نه اینکه افساید، بلکه ویران شدن قاعده بازی به قید گرفته شد. اینتن سرا نیم حمایتگر یکچنی مالایزیا مقابل فوتبال بازی فلسطین اندک دغل بازی کرد. دوباره بازیگران مالایزیا رسالی تو به خط حمله حالتی نوبازی نیست. هنریتا جاستین کوشش کرد که توپ رو در میدان نگاه دارد، ولی هنریتا جاستین موفق گردیدن نتوانست. دقیقه آخرین وقت اساسی نیمه اول نیز به انتهای خیش نزدیک است. تلاش نوبتی بازیگران فلسطین بدون نتیجه نظررس پشت سر گردید. توجه میکنیم که دوبار به نیمه اول چند دقیقه زم میکند، ولی باز هم حالت افساید به قید گرفته شد. چهار دقیقه به وقت اساسی نیمه اول زم کرده می شود. واقعا هم در نیمه یکم وقت خیلی زیاد تلف یافت. اونجا برای آبنوشی 1 دقیقه جدا کرده شد. بعدا آسیبگیری فوتبال بازان بود. همزمان در این میان چند وضعیت های بود که وقت اساسی باز داشته شد. انیکترش بر هدر رفت و جمع این همه دقیقه های مصرف شده رو داور مرکز به اعتبار گرفته به نیمه یکم 4 دقیقه زم کرد. اگر ما نیمه اول رو خیلی خوب توجه کنیم، بازیگران مالایزیا به استثنای اداره کنی توپ دیگر چندان فعال نبودند. امکانات های گلزنی و ضربه های مستقیم بیشتر به فایده فوتبال بازان فلسطین بود. تنها در یک فرصت انیکترش در آغاز رقابت ضربه اجرا کرده بازیگری منتخب مالایزیا به دروازه فلسطین خطرناکتر بود.
اینجا آوت با فایده فوتبال بازی مالایزیا است. جولیانا بارک دفاعگری کناری این منتخب از آوت توپ رو با بازی وارد کرد. با احتمال زیاد نیمه اول بدون زدن گل جمع بحث می‌گردد، چون که هر دو منتخب برای نشان دادن بازی هجومکار آمادگی خوب ندیدند. شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکچین فلسطین از موقع خود بیرون آمد و توپ را به نظارت خویش گرفت. نور یوسف اینجا بازیگران فلسطینی پرسینگ میکنند. اشاره می شود که اوت به فایده بازیگران مالایزیا است. در مرکز میدان تلاش فوتبال بازی هر دو منتخب و اینجا با دست بازی کرد. بازیگر منتخب مالایزیا عینشی مراد هرچند با توپ تصادفاً رسید، ولی داور مرکز صدایش که خود را بلند نمود. 4 دقیقه زم نموده داور به وقت اساسی نیمه یکم نیست. بیننده های ارجمند پشت سر گردید. اینجا فرصت برای یکچین فلسطین امکانیت است و ضربه زده نور یوسف رو دروازه‌بان دسته مالایزیا برگرداند. در دقیقه های آخری نیمه اول امکانیتی به نهایت خوب بود برای یکچین فلسطین و در عموم در نیمه اول خوبان فوتبال بازی این تیم امکان داشتند که خط دروازه حریف را رخ نکنند، ولی بخت برایشان نخندید. دستا به تنفس میبرند و بعد 15 دقیقه به نیمه دوم برمیگردیم.
Hey, keep on move, jangan steady, come on, keep on move. You. Hey, ball. Oh, kita ada referee. Sini. Keep on move, Hey, yeah. you. Yes, lepas. Namun, Fin, ada ketak. You. Ini dia. Oh, push. Yes, kamu kuning ada ketak. Play on. Oh, kuning. Buat dia. Oh, kamu minta bagi dia. Ambil. Yes. Ambil bola, lompas. Siti balik. Bola banyak kat tangan semua. Kau sana, kau pergi sana. Oh, jujurnya. Oh, dia dah panggil dah. Ambil bola kita tu. Bola kita tu ambil. Пусти барака дай. Пусти барака дай. Ну, чиги там.
Substitution for Palestine. تغییرات در هیئت منتخب فلسطین. Player number 8 بازیگر رقم 8 Valencia Sabat. Replaced by player number 12 عوض کرده شده بازیگر رقم 12 Dalian Hassan Khalid. بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان فوتبال، برمیگردیم به قسم دوم وخوری منتخب های بانوان مالایزیا و فلسطین. بازی اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H و بعد انجام نیمه یکم حساب گشوده نشده است. با وجود آنکه در نیمه اول هر دو منتخب امکان داشتند که به زدن گل دست یابند، خصوصا خوبان فوتبال بازی فلسطینی در نیمه اول سه امکانیت خیلی خوبی گلزنی داشتند. حتی اونجا داور مرکز پنالتی نیز به فایده بازیگران فلسطین تعیین نموده بود، ولی از ضربه جریمه‌ای 11 متره بازیگر شماره 19 دیما الرومهی نتوانست که گل بزند. بعدا در دو فرصت دیگر نور یوسف و همچنین بازیگر شماره 8 فلورنسیا سابات در حالت 1-1 با دروازه‌بان نتوانستند که توپ رو به دروازه وارد کنند. یکچین مالایزیا باشد در نیمه اول یک فرصت گلزنی داشت که ضربه زده این حمله‌ور از پهلوی دروازه از میدان بیرون شده بود. هجوم نوبتی دسته فلسطین به نتیجه به انجام رسید و طور دیدیم نورول ازورین دروازه‌بان یکچین مالایزیا از موقع خود بیرون آمده حالت به عمل آمده را برطرف نمود. در عموم نیمه اول اگر ما تحلیل کرده برایم چندان خوب سپری نگردید. هنرنمای هر دو تیم چندان جالب و دیدنی نبود. دسته بیشتر در خط دفاع نشسته و در عموم یک رقابتی بی‌نظم نظام رو نشان میدادند. اما اکنون قسم دوم آغاز گردید. یادآور میشوم که این وخوری در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه جریان دارد و کل رقابت‌های مرحله انتخابی جام آسیا در گروه H محض در همین میدان برگزار خواهند شد. اینجا امکانیت برای بازیگران مالایزیا بود، ولی شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکچین فلسطین توپ را به نظارت خویش گرفت. در نیمه دوم طور میبینیم سرمربی یکچین فلسطین احمد شرف در هیئت خویش تغییرات انجام داده است. از میدان نیم حمایتگر تحت شماره 8 گرفته شد و با جای او بازیگر شماره 12 دیالیا اسدالینی وارد رقابت گردید. یعنی با جای نیم حمایتگر وارد رقابت گردید. این نخستین تغییرات بود که در هیئت منتخبی فلسطین در جریان این رقابت البته انجام داده شد. نخست به این هجوم توجه میکنیم و بعدا هیئت‌های هر دو دسته را در قسمت دوم برای شما آشنا خواهم کرد. هنریتا جاستین تلاش بازیگران مالایزیا، پس به کنار چپ، ولی اینشیا مراد نتوانست که پسی هم دستش را قبول کند. خوب، با معرفی هیئت هر دو تیم میگذاریم. در قسم دوم وخوری در هیئت دسته مالایزیا یگان تغییرات نیست. دروازه‌بان این تیم رقم 23 نورول ازورین است. فوتبال بازان این دسته رقم 2 جولیانا بارک، رقم 3 اسوان یبیوانا، 7 یاسیا جومیلیس، 9 نور لیانا، 10 استفی سارج، 13 نور فزیرا محمد، 15 اینتانسارا، 18 امیرا، بعدا بازیگر شماره 21 هنریتا جاستین و بازیگر شماره 22 اینسیا مراد. سرمربی منتخبی بانوان مالایزیا جوئل کورنلی متخصص از کشور برزیلیا می باشد. بعدا هیئت یکچین فلسطین در نیمه دوم به طور زایل است. دروازه‌بان رقم 23 شارلوت فیلیپس، رقم 3 سراکارت، 4 سیرین گتاس، 7 دینا عبدین، 9 ناومی فیلیپس، 10 نور یوسف، 13 میرال کسی، 17 ندین محمد، 19 دیما الرومهی، 21 ریانا اوساریو و
футболбозе ки дар нимаи дуюм вориди рақобат гашт, ин бозигари шумораи 12 Далия Асадҳалим мебошад. Сармурабби мунтахаби бонувони Фаластин ин Аҳмад Шарф мебошад. баъдан гурӯҳи доварон аз кишвари Тайпей Чин ҳастанд. довари марказ Ян Шутинг мебошад. аз канорҳо ба ӯ Ян Ченьен ва Батсесек Унуржаргал кӯмак хоҳанд кард. довари чаҳорум Тешироги Наоми аз кишвари ҷопон мебошад ва комиссари ин рақобат Михаил Толкачев аз ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳисоб меравад. шӯраҳи ин рақобат бошад, ман Давлат Хатибзода ҳастам. асундарнамои бонувони фаластинӣ дар нимаи аввал сармурабби ин тим куллан розӣ нест, чунки онҳо имкон доштанд ки дар нимаи аввал дар ҳисоб пешсаф гарданд. шояд надоштани таҷрибаи хуб боис бар он гардид ки онҳо аз ҳамон имкониятҳои ба амал омадаи хеш истифода карда натавонистанд, чунки қисми зиёди бозигарони якачини Фаластин ҷавон ҳастанду тақрибан 18, 19 ва 20 сол доранд. ҳол аут ба нафи бозигарони Малайзия ба миён меояд. Нурфазира Муҳаммад дар вазъияти қаблӣ натавонист ки тӯбро дар назорати хеш нигоҳ дорад. Ҷулиана Барек иштибоҳан тӯбро ба бозӣ ворид кард. талоши бозигарони Малайзия. зарба аз масофаи дур, вале садгузорӣ аз ҷониби дифоъгарони Фаластин хеле хуб гузошта шуд. зарбаи бениҳоят сахт буд аз ҷониби Аиншия Мурод, бозигари шумораи 22. як футболбози фаластинӣ дар замин хобидааст ва маҳз ба ҳамин хотир довар рафти рақобатро манъ намуд. зуд ситоди табибони якачини Фаластин ҷиҳати расонидани ёрии аввалияи тиббӣ ба майдон ворид мешаванд ва дар ин вазъият имкон дорем ки ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунем. зарбаи бениҳоят сахт ва бозигари шумораи 21 аз ҳайати якачини Фаластин Рина Осорио бо қафаси синааш тӯбро баргардон. Аҳмад Шарф ан ҳамин шахсе ки айни замон дар экранҳои мову шумо аст, сармурабби мунтахаби бонувони Фаластин аст ва маҷбур шуд ки дар нимаи дуюм як тағйирот анҷом бидиҳад. бозигари шумораи 12 Далия Асадҳалим вориди рақобат гашт. ҳамакнун бозигари осия бардошта аз замин бармехезад. Рина Осорио зарбаи хеле сахтро бартараф намуд ва мафсуф дар ҷараёни ин ҳолат андаке ҷароҳат низ гирифт. вохӯрии мунтахабҳои бонувони Малайзия ва Фаластин идома хоҳад кард. бозии даври аввали марҳилаи интихобии ҷомеи Осиё дар гурӯҳи H ва дастаҳо кӯшиш мекунанд ки дар ин рақобат соҳиби 3 имтиёз гарданд ва дар ҷадвали гурӯҳи H зинаи аввалро соҳиб шаванд. ҳуҷуми мунтахаби Фаластин ба натиҷаи хубе ба поён нарасид. эрсоле ки ба канори чап равон карда шуд хеле сахт буд ва Мирал Қасис бозигари шумораи 13 натавонист ки паси анҷом додаи ҳамдастаашро қабул намояд. ҷаҳомлаи дастаи Малайзия фурсат ҳаст. зарба ҳам иҷро гардид ва хеле баланд буд. Аиншия Мурод футболбози шумораи 22 ки дар нимаи аввал низ хеле фаъол буд, бо пои чап зарбаро иҷро кард. асосан Аиншия Мурод ҳамин футболбоз
با پای چپ بازی میکند و در این وضعیت ضربه زدهش خطا رفت. میتوانست که ضربه رو زمینی اجرا کند و کنجهای دروازه رو نشان میگیرد. حتی امکانیت داشت که عینشه مراد به هم دسته هایش پس بدهد، ولی مفسوف تصمیم گرفت که خودش هجوم رو به نقطه نهایی رساند. توبرابایی نوبتی بازیگران مالایزیا، پس به کنار راست میدان، ولی در داخل جریمه‌گاه حریف اندکی موازنت را از دست داد. ضربه نوبتی و شارلوت فیلیپس، این ضربه که زمینی روان کرده شد آن رو برطرف نمود. بازیگری شماره 15 اینتان سرح انیسا ضربه را اجرا کرده بود. در عموم در رقابت امروزه سگانه خط حمله یکچینی فلسطین را بازیگران زیرین تشکیل میدهند: رینا اوساریو، مدین محمد و همچنین نور یوسف. این زمان موقع منتخب فوتبال زنانه مالایزیا در ریتینگ فیفا خیلی بد است. بعد از آن که ریتینگ فیفا سنه 12 ایون سال 2025 نشر گردید، دسته مقام 102 رو اشغال نمود. از همان نتیجه خوبی یکچینی بانوان مالایزیا در فهرست فیفا، این به دست آوردن مقام 69 در سال 2003 بود. اگر ما با موقع منتخب بانوان فلسطین در ریتینگ فیفا توجه کنیم، پس آنها مقام 134 رو کسب میکنند. از همان نتیجه خوبی بانوان فوتبال بازی فلسطینی سال 2013 بود که آنجا مقام 84 رو به دست آورده بودند. فشار بازیگران مالایزیا در نهایت کار طور دیدیم. بازیگری شماره 12 دالیا اسد حلیم توپ رو به نظارتی دستش برگرداند. بازیگران مالایزیا ضربه کنجی کار میکنند. انیکترش حمله‌ور کناری این تیم عینسیا مراد به نفع دستش ضربه کنجی به بار آورد. هنرنمایی هر دو تیم در قیاس به نیمه اول عموما دیگرگون نشده است. نورفزیره محمد در نزد توپ است، نیم حمایتگر تحت شماره 13. در قسمت اول نیز محض او از ضربه کنجی توپ رو با بازی وارد میکرد. شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکچینی فلسطین اینجا نوفهمی به میان می آید. با اشتراک بازیگران هر دو منتخب، انیکترش دروازه‌بان یکچینی فلسطین شارلوت فیلیپس میخواست که زود توپ رو با بازی وارد کند، ولی در همین حالت حمله‌ور منتخب مالایزیا با او خلل ایجاد کرد. بازیگر شماره 15 اینتان سرح انیسا البته به خاطر این عملش از جانب داور مرکز مجازات گردید و کارت زرد گرفت. شماره کارت زرد 2-1 می شود. در نیمه اول از هر دو منتخب یک بازیگری کارت زرد گرفته بودند. تغییرات نخستین در هیئت منتخب مالایزیا انجام داده می شود. فوتبال بازی شماره 21 از میدان گرفته شد. هنریتا جاستین و با جای او از هیئت ذخیره‌ای بازیگری شماره 8 فرحیان بنت موح ریدزوان
ба бозӣ ворид гардид. ба ҷои ним ҳиматгар ҳамлавар вориди рақобат гашт, яъне сармураббӣ якачини бонувони Малайзия Ҷоэл Корнели бо ин тағйироти анҷом додааш мехост ки дар хатти ҳамла андаке дигаргуниро ба миён орад. аз вазъияти стандартии бозигарони Малайзия чандон хуб истифода кардан натавонистанд. Футболбозе ки чанде пеш аз ҳайати захиравӣ вориди рақобат гардида буд, Фараҳия Муҳаммад Ридзуан, яке аз бозигарони кӯҳансолтарини мунтахаби бондувони Малайзия мебошад ки 31 сол дорад ва дар ҳайати дастаи Келана Юнайтеди худи ин кишвар баромад мекунад. ҳуҷуми бозигарони Малайзия ҳунарнамоии хеле хуби дифогари канори ин тим дар иҳотаи чанд нафар ҳамлавари ин тим фирор кард. фурсат барои Айнсия Мурод буд, вале аз ин имконияташ натавонист ки самаранок истифода бибарад. бар замин ҷароҳат низ гирифт футболбози мазкур. инҷо имкон дошт ки Айнсия Мурод тӯбро коркард накарда зарба бизанад, вале аз лиҳози он ки футболбоз бо пои чап бозӣ мекунад барои худ мавқеият пайдо кард ва дар ин миён тӯбро аз даст низ дод. بدون قاعده‌ویرانکنی فوتبالبازان فلسطین توپ رو با نظارت خویش گرفتند، ولی یک پاس نادرست باعث بر آن شد که هجوم این تیم قطع گردد. در آن همین وضعیت اند که خطرناک بازی کرد نیم حمایتگر یکچین فلسطین. باری آخر منتخب زنانه مالایزیا ماه اکتبر سال گذشته رقابت خویش را دایر نموده بود. آنجا فوتبالبازان این تیم با منتخب عربستان سعودی یک بازی دوستانه دایر نموده و نتیجه مساوی 0-0 دست یافتند. همچنین سنه 26 اکتبر دسته مذکور یعنی در سال 2024 با تیم لاوس رقابتی دوستانه انجام داده بود و با حساب 3-1 به غلبه مشرف گردیده بود. در سال 2025 نیز یکچین بانوان مالایزیا جهت اشتراک با موفقانه در مرحله انتخابی جام آسیا دو بازی دوستانه برگزار نمود با امارات متحده عرب و در هر دو واخوری فوتبالبازان این تیم با حساب 3-1 و 2-0 مقابل بانوان اماراتی به غلبه مشرف گردیدند. امکانیت برای دسته مالایزیا و ضربه که اجرا کرده شد پهلوتر از دروازه از میدان بیرون گردید. یاسیا یومیلیس فوتبالباز شماره 7 ضربه را اجرا کرد. در کنار راستی میدان جولیان برک حمایتگری کناری خیلی خوب بازی کرد و با استفاده از هنر و مهارت انفرادی خویش توانست که دفاعگران فلسطین را فریب بدهد.
در این برابر تیم ملی بانوان فلسطین نیز قبل از آغاز رقابت‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 دو بازی دوستانه دایر نموده بودند. در ابتدای ماه ایون منتخب فلسطین با لبنان رقابت کرد و با حساب 2-1 مغلوب گردید. بعدا سنه 24 ایون یعنی 5 روز پیش از آغاز مرحله انتخابی جام آسیا بانوان فلسطینی در همسایه کشور ازبکستان قرار داشتند و آنجا با حساب 4-0 از بانوان ازبکستان مغلوب شدند. در عموم در سال 2025 یکچین بانوان فلسطین 4 رقابت دایر نموده است و از نتیجه 4 وخوری دایر نموده 3 باخت و 1 مغلوبیت به قید گرفتند. سرمربیان هر دو منتخب الکی یک تغییراتی انجام دادند و در ادامه وخوری هم جوئل کورنلی و همزمان احمد شرف امکانیت دارند که یک تغییراتی دیگر را انجام میدهند. معذرت 4 تغییراتی دیگر را انجام میدهند. اوت به نفع بازیگران مالایزیا است. باز هم به نتیجه به انجام رسید کوشش بازیگران این دسته. همکنون فوتبالبازان فلسطین به خط حمله توجه خواهند کرد. میرال قسیس از پای افتید. داور مرکز به این وضعیت عموما توجه نکرد. عکس الهجوم دسته مالایزیا. میرال قسیس در 2 وضعیت بر مقابلش غیر قاعده بازی کردند. اینجا وضعیت استانداردی است به نفع بازیگران فلسطین. ناومی فیلیپس بازیگر شماره 9 از ضربه جریمه‌ای توپ را با بازی وارد خواهد کرد. پرتاب ناوم فیلیپس اینجا ضربه 9 دقیق اجرا کرده شد. امکانیت ادامه دادن حمله بود ولی بازیگر شماره 17 ندین محمد تصمیم گرفت که خودش هجوم رو به پایان رساند. فشار بازیگران فلسطین و توپ ربایی به نهایت خوب. میرال قسیس ضربه قسیس و باز هم 9 دقیق اجرا کرده می شود. خیلی زیاد سر و سیمه می شوند فوتبالبازان هر دو دسته هنگامی که امکانیت پیدا میکنند بهره رخنه کردن دروازه حریف پیوسته به اشتباه راه میدهند. این نوبت از مسافه دور میرال قسیس ضربه اجرا کرد و باز هم به نتیجه دلخواه دست یافتن نتوانست. دسته هایی که به قسمت نهایی جام آسیا راه می‌یابند در برابر اشتراک در جام آسیا اینچنین امکان پیدا میکنند که در قهرمانی آسیا نتیجه خوب نشان داده و چمپیونات جهان و اینچنین به بازی‌های المپیک لس آنجلس راحت بگیرند. یعنی منتخب‌هایی که تا به مرحله نیم نهایی می‌روند آنجا مستقیما به چمپیونات جهان و در این برابر به بازی‌های المپیک نیز
راهخط خواهند گرفت. در مرکز میدان بانوان منتخب مالایزیا به خط هجوم توجه خواهند کرد. بیست دقیقه دیگر موند تا پایان وقت اساسی قسم دوم وخوری منتخب های بانوان مالایزیا و فلسطین و این بازی در دایره رقابت های دوره اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H دایر شده ایستاده است. ادامه حمله دسته مالایزیا و داور اشاره میکند که یگان حالتی غیر قاعده نیست. بازیگر شماره 13 از پای افتید نورفزیر محمد در وضعیت قبلی مفصوفند که به نیرنگ بازی نیست دست داده بود. اینجا تغییرات نوبتی در حیاتی دسته مالایزیا انجام داده می شود. بازیگر شماره 19 از میدان گرفته می شود. نه، بازیگر شماره 13 نورفزیر محمد از میدان گرفته می شود و با جای او بازیگر رقم 19 ایونا انجانی بنتی لمسین وارد رقابت گردید. همچنین فوتبال بازی شماره 22 میدان رو ترک میکند. این اینسی مراد است و سیاتی ذخیروی با جای این بازیگر فوتبال بازی شماره 8 وارد رقابت گردید. پراهیان بنتی مو جوئل کارنلی سرمربی منتخب بانوان مالایزیا تو این دم 3 تغییرات انجام داد. جا فرصت هست برای دست مالایزیا ولی صورت ایونا انجانی که فقی نکرد که توپ رو صاحب گردد. اکنون بازیگران فلسطین با هجوم جوابی میگذارند. نور یوسف و دوار صدای هشتک خود را بلند کرد. در هفته رقابت امروزه از هر دو طرف خیلی زیاد بازیگران جراحت گرفتند. هرچند آسیب‌های چندان جدی نبود ولی به هر حال رسانیدن یاری اولیه طبی از جانب ستاد دکتران هر دو دسته بارها مشاهده گردید. در نیمه دوم نیز به خاطر آبنوشی با هر دو منتخب 1 دقیقه وقت جدا می گردد. جوئل کارنلی متخصص برزیلی با کاپیتان دسته و دیگر فوتبال بازان محوری منتخب مالایزیا از آن همون مرز میدان سپارش آمده که در ادامه وخوری با چگونه راه و روش خطی در حوزه حریف رو رخ نکنند. ولی در رقابت امروزه با فایده فوتبال بازان مالایزیا امکانات های گلزنی چندان خوب با میان نآمده بود. آنها همگی یک امکانیت داشتند که در نیمه اول بود و بعدا در ابتدای قسم دوم اینسی مراد در حالت مناسب گلزنی ضربه را خطا اجرا کرد.
وخوری منتخب مالایزیا و فلسطین ادامه خواهد کرد. اینجا به خاطر رعایت کردن قاعده فیر پلی بازیگران فلسطین توپ رو به بازی وارد کردند. اینجا هجوم دسته مالایزیا، فرصت هست، ضربه نیز اجرا گردید و شارلوت فیلیپس دروازه‌بان یکچین فلسطین در موقع خود استوار است و ضربه های اجرا نموده حریفان رو یکی پی دیگری برطرف میکند. توکل کارانه ضربه را اجرا میکنند. بازیگران هر دو دستم هنرنماییشان چندان قابل توجه نیست. میرال قسیس تو رفت، وقت کمتر باقی میماند تا انجام رقابت منتخب‌های مالایزیا و فلسطین و تا کنون حساب شده نشده است. البته اگر در رقابت امروزه این دو منتخب به نتیجه مساوی دست یابند، پس نتیجه واخری به فایده منتخب‌های تاجیکستان و کره شمالی خواهد بود، چون که اگر در رقابت دیگری همین گروه تاجیکستان و یا اینکه کره شمالی به غلبه دست یابد، آنگاه با دریافت 3 امتیاز به صدر جدول گروه H میبرایند. در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در دو گروه 5 منتخبی جایگیر شدند، از جمله در گروه A منتخب‌های ایران و اردن، لبنان و سنگاپور و بوتان جایگیر شدند. در گروه B نیز 5 منتخب قرار دارد، هندوستان و عراق، تایلند، تیمور شرقی و مغولستان. بعدا در 6 گروه دیگر 4 منتخبی جایگیر شدند. در عموم 34 دسته در 8 گروه برای به دست آوردن 8 گذرنامه به مرحله اساسی جام آسیا 2026 تلاش ورزیده ایستادند. در قهرمانی آسیا 12 منتخب اشتراک میکند. یا فرصت برای دسته مالایزیا و شارلوت فیلیپس از موقع خود بیرون آمد و وضعیت به عمل آمده را توانست که برطرف کند. الکی در گروه بی اینجا فرصت برای دسته فلسطین، نور یوسف از پای یافتید. دوبار اشاره میکند که همه چیز از روی قاعده است. امکانیت به نهایت خوب بود. حمله‌ور یکچین فلسطین امکانیت به نهایت خوب داشت. بازیگر مذکور از پای یافتید. فوتبال بازی شماره 10 و هم اکنون دوبار رفت رقابت رو منع نمود. اینجا ارسال توپ به خط حمله از جانب دروازه‌بان شارلوت فیلیپس اجرا گردید. ببینید که نور یوسف خواست که دروازه‌بان رو نیز فیره بدهد، ولی توپ رو از دست داد و بعداً به نیرنگ بازی دست زد. البته در این وضعیت دوبار ویران شدن قاعده بازی رو به قید نگیرید. اشتباه دغل دفاعگران مالایزیا بود. با امید یکدیگر شدند که این حالت برطرف می‌گردد، ولی نور یوسف فوتبال بازی شماره 10 با دروازه‌بان 1 به 1 برآمد و از امکانیت به عمل آمده استفاده کردن نتوانست. در نیمه اول نیز نور یوسف آن همون بازیگری که چند پیش با دروازه‌بان 1 به 1 برآمده بود امکانیت داشت.
هجوم نوبتی یکچین فلسطین. در مرکز میدان نور یوسف توپ را از دست داد و در این برابر حالت نوبازی نیز بوده است. زود فوتبالبازان مالایزیا توپ را به بازی وارد کردند. سیرن گاتاس توپ را زده از میدان بیرون کرد. کاپیتان منتخب فلسطین. همکنون بازیگران فلسطین میخواستند که با هجوم جوابی گذارند اما موفق گردیدن نتوانستند. بازی های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 الکی در گروه های بی و جی آغاز شدند. از جمله در گروه بی رقابت های دور دوم به انجام رسید. هندوستان در بازی دور اول با حساب 13-0 مقابل مغولستان ظفر یافته بود و یکچین های عراق و تیمور شرقی باشد و نتیجه مساوی 0-0 دست یافتند. در دور دوم باشد عراق 5-2 مقابل مغولستان ظفر یافت و تایلند باشد با حساب 4-0 مقابل تیمور شرقی پیروز گردید. در حیات یکچین فلسطین تغییرات به میان می آید. یکی از بازیگران فعال این دسته تحت شماره 13 میرال قسیس میدان را ترک نمود و به جایش بازیگر شماره 16 نرین ابو اصفر وارد رقابت گشت. این هم حیاتی بازیگران ذخیروی یکچین فلسطین می باشند. یک لحظه بسیار هم جالب. اینجا دفاعگر کناری مالایزیا در مقابل کاپیتان یکچین فلسطین تلاش انفرادی داشت که یک صحنه اندک جالب رو در پای میگذاشت. قاعده‌وران کنی نوبتی در داخل جریمه‌گاه فلسطین و بازیگر شماره 17 جراحت گرفته است. به نوارهای تکراری توجه میکنیم. نه بازیگر شماره 11 ضمن این مبارزه اوسه برداشت. نور ادریانا دیگر بار از ضربه کنجی تعیین میگردد. فرصت نوبتی و با اصول پوشنوکی اینجا بازیگر مالایزیا میخواست که ضربه را اجرا کند ولی جراحت گرفت. فوتبالباز شماره 18 امیره حسابی برداشتهش فکر میکنم خیلی جدی است. البته اینجا کوشش کرد که با اصول پوشنوکی ضربه زند. در این میان کاپیتان یکچین فلسطین سیرن گاتاس با او فشار نیز آورد و در نتیجه بازیگر مذکور جراحت برداشت. دقیقه های آخری رقابت است و اینجا امکان داریم که به رقابت های بعدی هر دو منتخب در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H توجه کنیم. در دور نوبتی یعنی در دور دوم یکچین فلسطین با کره شمالی نیرو میسنجد. این رقابت روز دوم ایول ساعت 19 به وقت دوشنبه صورت میگیرد. امکانیت برای یکچین مالایزیا ولی آفساید به نوبت گرفته شد. در دور دوم حریف منتخب مالایزیا این بانوان کشور ما تاجیکستان خواهند بود. رقابت منتخب های تاجیکستان و مالایزیا روز دوم ایول ساعت 22 برگزار می شود. بعدا در دور آخری مرحله انتخابی کره شمالی با مالایزیا روز 5 ایول و فلسطین با تاجیکستان رقابت خیش را دایر می کنند. بعد انجام سه دور کدام تیمی که در گروه H
مقام یکم رسوایی می شود. به قسمت نهایی جام آسیا 2026 که در کشور استرالیا صورت می گیرد راه خط می گیرد. در دقیقه آخر رقابت فوتبالبازان مالایزیا کوشش میکنند که 3 امتیاز ضروری را صاحب گردند. باز هم در خط دروازه فلسطین شارلوت فیلیپس خیلی خوب برآمد میکند. اگر رقابت امروزه با نتیجه 0-0 جمع بست گردد، بهترین بازیگر این وخوری دروازه‌بان مالایزیا نورول ازورین اعتراف خواهد شد، چون که مفصوف در نیمه اول 2 سیف انجام داد و در این برابر از ضربه جریمه‌ای 11 متره ضربه فوتبالبازی فلسطینی رو برگرداند. گزارش بسیار هم خوب، امکانیت برای یکاچین مالایزیا و گل در دقیقه های آخری رقابت با نوان منتخب مالایزیا در حساب با پیش میبرایند. بازیگر شماره 8 فرحیان بنت مهد با زدن گل موفق گردید. همگی 5 دقیقه دیگر مونده بود تا پایان وقت اساسی نیمه دوم و بعد یک هجوم بینهایت خوب بازیگران مالایزیا توانستند که در حساب با پیش برآیند. در خط دفاعی فلسطین موقعیت‌های خالی به میان آمد و از این فرصت بازیگر ثمرناک استفاده برد که در نیمه دوم وارد رقابت گشته بود، فرحیان بنت مهد. ضربه را زمینی اجرا کرد و کنج راست دروازه را نشان گرفت. بازیگر شماره 8 مؤلف اولین گل یکاچین مالایزیا در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 می شود. ادامه نیروسنجی برای بازیگران فلسطین اندک مشکل می افتد، چون که آنها در فرصت و فاصله خیلی کم برای برطرف کردن نتیجه این وخوری تلاش خواهند کرد. البته از بین بردن فرقیت یک توپ امکان پذیر است، به شرطی که از همون امکاناتی به عمل آمده ثمرناک استفاده برند. اگر ما بر رفتین رقابت توجه مخصوص ظاهر کنیم، پس امکانات گلزنی برای یکاچین فلسطین بینهایت زیاد بود. در برابر پنالتی در نیمه اول، اینچنین در چند وضعیت دیگر فوتبالبازان فلسطینی با دروازه‌بان 1-1 می‌برآمدند. منتخب مالایزیا باشد چندان امکانیت نداشت، ولی در دقیقه های آخر بخت برای فوتبالبازان این دسته خندید و آنها توانستند که در حساب پیشرفت شوند. امروز در دایره وخوری های دوره اول گروه H یک رقابت دیگر برگزار می گردد. آنجا دو دسته شامل این گروه یکاچین های کره شمالی و تاجیکستان با هم نیرو می سنجند که برگزاری این وخوری ساعت 22 در نظر است. تلاش بازیگران فلسطینی به نتیجه است. قاعده بازی ویران گردید. فوتبالباز شماره 16 نرین ابو اصفر با قاعده ویران کنی دست زد. اینجا فوتبالبازان منتخب مالایزیا یک پای دیگر به زمین می افتند.
یکی پایش درد میکند، دیگر شکمش و سومی باشد سرش. یعنی به این وسیله فوتبال بازان این منتخب میخواهند که وقت را کشال بدهند و هرچه زودتر این رقابت به پایان برسد. دقیقه آخرین وقت اساسی است و حتما داور دقیقه های ایلوگی تعیین خواهد کرد، چون که در نیمه دوم وقت خیلی زیاد بر هدر رفت. شش دقیقه به وقت اساسی قسم دوم زم کرده می شود. وقتی خیلی زیاد است و باید بازیگران فلسطین از این فرصت استفاده برند. جوئل کارنلی سرمربی یکچینی مالایزیا اشاره میکند که باید همون موفقیت های خولی خط دفاع رو دست پرورانش برطرف کنند. 6 دقیقه وقت اضافه. بازیگران منتخب فلسطین اینجا وقت رو تلف میدهند. کاپیتان دسته بازیگر شماره 10 استفی سرچ اندکی دیرتر از وضعیت استانداردی توپ رو با بازی وارد نمود. عکس الهجوم منتخب فلسطین امکانیت دارند بازیگران این دسته که در رقابت امروزه به نتیجه مساوی دست یابند. در ادامه رقابت بازیگران مالایزیا پر عقب نشینی میکنند و کوشش میکنند که هجوم های رقیب رو برطرف کنند و همون از پیش صفی خش دفاع نمایند. چند پس در حیات هر دو منتخب تغییرات انجام داده می شود. اوت است به فایده فوتبال بازان فلسطین و داور اشاره میکند که باید عوض شوی بازیگران صورت بگیرد. فوتبال بازی شماره 2 از هیئت مالایزیا جولیان برک میدان را ترک میکند و با جای او فوتبال بازی شماره 4 پوتری اریسا بلقیس وارد رقابت میگردد. از هیئت منتخب فلسطین باشد بازیگری شماره 19 گرفته شد و با جاش بازیگری رقمی 15 وارد رقابت گشت. دیما الرمحی میدان را ترک نمود و فوتبال بازی شماره 15 از هیئت ذخیروی یکچینی فلسطین ملک برکت وارد بازی گردید. اینجا ضربه کنجی تعیین می شود به نفع بازیگران فلسطین. از این امکانات ها باید ثمرناک استفاده ببرند. ندین محمد در نزد توپ است. نیم حمایتگر تحت شماره 17 بازیگری نوبتی از هیئت مالایزیا جراحت میگیرد. فوتبال بازی شماره 15 اینتن سرح انیسا. به این وسیله بازیگران مالایزیا میخواهند که وقت رو تلف بدهند. از 6 دقیقه زم نموده داور چوریون پشتی سر گردید. داور همانو با فوتبال بازان هر دو دسته آگاهی شفاهی میدهد. چی وضعیت رخ داد در داخل جریمه‌گاه مالایزیا؟ به خاطر رسش نه چندان بزرگ
بازیگر مالزیا خود رو به زمین پرتافت. اما اکنون امکانیت داده شد از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد نمودند، ولی مؤلف گل بازیگر شماره 8 فرحیان بونتیموهد توپ را زده از میدان بیرون میکند. این نوبت از ضربه کنجی بازیگر شماره 7 دین عبدین توپ را با بازی وارد میکند. ارسال توپ به مرکز جریمه گاه و از پهلوی دروازه از میدان بیرون گردید. دروازه‌بان منتخب مالزیا خیلی حماسه‌بی است، چون که در وضعیت قبلی فوتبال بازی فلسطینی به او خلل ایجاد کرد و از قفو تیله داد حریف را. ثانیه های به شمار باقی مانده است تا انجام بخوری منتخب های مالزیا و فلسطین بازی اولی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H و بانوان مالزیا با حساب مینیمالی 1-0 در حساب پیشرفت می باشند. از اوت اشاره می شود که باید توپ با بازی وارد گردد. فوتبال بازان مالزیا چندان سراسیمه نیستند. فکر میکنم دوباره برای تشکیل یک هجوم دیگر برای فوتبال بازان هر دو منتخب امکانیت میدهد، چون که از 6 دقیقه زمان نموده او 2 دقیقهش بیهوده پشت سر گردیده بود. با همین ترتیب بیننده های عزیز دیدار منتخب های بانوان مالزیا و فلسطین در دایره بازی های دوره اول مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H به انجام رسید و بانوان مالزیا با نتیجه مینیمالی 1-0 توانستند که فلسطین را شکست بدهند. گل یگانه این رقابت را بازیگر شماره 8 همین فوتبال بازی که در مرکز توجه ما و شما است فرحیان بونتیموهد در دقیقه 86 به هدف رساند. اما اکنون یکچینی فلسطین یکچینی مالزیا با دریافت 3 گل موقتا به زینه اولی گروه H میبراید تا دایر شدن دیدار یکچین های تاجیکستان و کره شمالی. در همینجا گزارش مستقیمی ما با انجام رسد و خری مذکور رو برایتون شرح و توضیح دادم. من دولت خطیب زاده و شما در پایان این وخوری امکان دارید که فشرده رقابت امروزه رو تماشا کنید. خیر.